توقعت باید فقط از خدا باشه، ایمانت فقط باید به خداوند باشه، ولی ازش بخوا، زیادم بخوا، با پررویی بخوا، طلبکارانه بخوا. این قانون جهانه که هر کسی طلبکارانه بخواد به دست میاره. مثل بچه‌ای باش که آویزون باباش میشه میگه یالا برای من این شکلاتو بخر. طلبکارانه میخواد، کوتاه هم نمیاد، ولم نمیکنه، میگه همین الان اینو برای من بخر. وای میسته پاش، مجبورت میکنه که بخری براش. با خدای همچین ارتباطی برقرار کن، یه همچین در واقع رفاقتی رو باهاش داشته باش. به خدا جواب میده. امتحان کن ببین چه اتفاقی برات میفته. بگو من فقط از تو میخوام این کار رو برای من انجام بده. به چه شکل نمیدونم، از کجا نمیدونم، چطور نمیدونم،